هن دیپلوماتکاران راگهاندن که هر یک جوالات کویت و سوئد پروژه بریارک جبو آگربستک سیهروژی جبو سوریه پیشکشی انجمن اولهی ناودولتی کر به آرمانجا ورگرتنا اریکرنا روسیه ج پروژه بریاری را. لگوری و پروژه بریاری که او آگربست هر دوری خستن تروریستی یا داعش و القاعده الخناگره و ریپیدان رژیم اسد را که ده پروسه خوین لشکری به تایبتی الباجار ادلب بردوام به سرباری راوستاندن برینا پیداوستین جیانه مینا خوارن و درمانان لسر ولاتین سیویل اروها در خستنا نخوش و برینداران جدورین دور پیچ کری. همان دیپلوماتکاران داخویا کرن که سرراست کرن دبا کوفکارا روسیه جه پروژه بریارا درباری راوستاندن اشتر لسوریه کم بکه و تی چاوره کرن که هفتی آبیده دنگدان ده انجمن اولهی ناو دولتی ده جبو پروژه بریاره وره پیک آنین. هر دوی درباره ده انجمن اولهی ناو دولتی هیویا گهشتن آگربسته سیهروژی دکه پشتی گربون شر لسوریه به تایبتی لغوتا روجلات لگوندوار شامه کود انجام ایریشن رژیمی لسر غوتا روجلات بهتری 240 ولاتین سیویل ده هیاما 5 روژان ده جانا خواج دزدان. درباری وی مجاری ولات سوئد و کویت ینکو هولا چارەسەریya کریزا مرۆڤاهی لسوریه دیدن دنه وی مهیده پروژه بریارا بره پیشکشی انجمن اولهی ناودولتی کربون. لیجا آلی خوافجی نونرن اجانس نتوان یگرتین لسوریه دمینن داخوازا آگربسته که بلازج بو پیشکشکرنا آلیکارین مرووی و در خصنان خوش و برینداران جدورن دور پیچکری را کربون. هروها دو پروژه بریارا سرراسکری دهاتیه کوی آگربست بشتی هفته و 2 مجمران جه کرنا انجمن اولهی ناو دولتی جو پروژه بریاری را و تیکه و واره جیب جی کرنه ده. اروها پیشکش کرنا آلیکارین مرووی بلز بشتی 48 مجمران جه دست پیکرنا آگربسته و را کرنا دور پیچه لسرغوطا روجلات و یرموک و فوعا و کفریا سرباری در خصنا نخوشان جه دورین دور پیچ کری. لوا عبدو آرک